مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که گدایوا شمسیه فیض‌الله‌ایونا سال تولدش 1966 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه شیروزی با جرم فولبینی به مبلغ 2560 سومونی جریمه بسته شده است. گدایوا که برای دیگران فول میکشاید و آیندهشان را میگفت از آینده خود خبر نیافته و نفهمیده ماند که چگونه کارمندان میلیسیا در خود او را کوفتند و در بالای فولکشایی دستگیرش کردند. مشغول شدن به سحر و جادو و فولبینی یکی از عملهای ناپسندیده ترین به شمار می رود. متاسفانه نوابسته به تاکیدهای همیشگی هستند نفرانی که به چنین عمل مشغول شده برای فریب از شهروندان مبلغ می رویانند. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به شهروند گدایوا شمسیه فیض‌الله‌ایونا برای مشغول شدن به سحر و جادو و فولبینی با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده به اندازه 40 نشان دهنده برای حسابها برابر به 2560 سومونی جریمه بندی کرده شد. همزمان او را آگاهی قطعی دادند که من بعد به چنین عمل مردم فریبی مشغول نشود. در تاجیکستان فولبینی و جادوگری قانونا منع گردیده برای مشغول شدن به آن جوابگری جاری کرده شده است، ولی برخی شهروندان خود را همچون طبیب خلقی ثبت نام کرده در اصل به فولبینی و سحر و جادو مشغول می شوند. آنها اساساً به عملهای چون گرمی و خنک کردن، بستن روی بخت یا برعکس کشودن بخت و امثال این همچنین به تبابت بیماری هایی که طبیبان علاجشان را نمییابند مشغول می شوند. دانشمندان سحر و جادو و فولبینی را عاری از دلیل و زمینه های علما ثابت شده می شمارند. دین اسلام نیز سحر و جادو را همچنین یک عمل شیطانی و ضد الهی محکوم می کنند و کفر می شمارند.